باشد سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان. دشمن از تو سنگ خاره من آهن است، جان من فدای خاک پاک میهن است. مهر تو چون شادیشم، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو که اندشی دارد این جان من، پاینده باز خاک ایران من. سنگ روحت در گوهر است، خاک دشتت بهتر از در است. مهرت از دل جیبون کنم، بر گوشی مهر دوشون کنم. تا گردش جهان و دور آسمان به پا، ایزدی همیشه رهنمای ما. مهر تو چون شد کیشم، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو که نزدیکی دارد این جان ما، پاینده باز خاک ایران ما. قباد ساسانی پس از سرکوب و کشتار مزدکیان چند سالی بیشتر زندگی نکرد و در سال 531 میلادی دفتر زندگانی قباد بسته شد و امواج زمان و خاک او را در خودش فرو کشید و شوکت او به پایان رسید و حکایت رفتار او با مزدک بر دیوار زمان نقش بست. دوران سالهای پس از کشتار مزدکیان، یعنی در روزگار قباد، به جنگ با دولت روم گذشت که در بیشتر اوقات سپاهیان قباد پیروز بودند و در سال 531 هم سپاهیان او در حال هجوم به انطاکیه بودند که خبر مرگ قباد کار رو متوقف کرد. پس از قباد انوشیروان ولیعهدی که عملاً از زمان فرماندهی سرکوب و کشتار مزدکیان زمام قدرت رو در دست داشت، به تخت سلطنت نشست. انوشیروان به مدت نزدیک به نیم قرن، یعنی 48 سال، بر تخت سلطنت و بر مسند قدرت دوام آورد. دوران انوشیروان دورانی چند بعدی است. بایست به خوبی ابعاد و زوایای تاریک و روشن و رنگارنگ حکومت 48 ساله او رو بشناسیم تا بهتر بتونیم امپراتوری بزرگ ساسانیان رو به ویژه در فرازی از قدرت و گستردگی بشناسیم. راستی از انوشیروان چه چیزهایی در ذهنهای ما باقی مونده؟ چیزهای جالب و گاه مضحک و گاه مهم از نظر تاریخی که نام او رو پررنگتر از سایر پادشاهان ساسانی و شاهان اشکانی و هخامنشی قرار داده. مثلا حکایت زنجیر عدل او که حتما به خاطر دارید.
و این حکایت زنجیر عدل در کنار لقب عادل که توسط بزرگان و موبدان و اشراف مشخصاً پس از کشتار مزدکیان به او داده شد داستان را عجیبتر میکنه. طاق کسری مرکز قدرت ساسانیان در ایران که همکنون در حاشیه شهر مدائن در عراق کنونی قرار داره نیز با ویرانه عظیم و غم‌انگیز خودش یادآور دوران قدرت کسری انوشیروان هست. تولد محمد ابن عبدالله پیامبر اسلام نیز در دوران انوشیروان دوران او رو پررنگتر میکنه. اما گذشته از این نکات مهم و خاطرانگیز، دوران انوشیروان در زوایای تاریخی، سیاسی، نظامی، اجتماعی، فلسفی و فرهنگی یکی از دورانهای قابل توجه تاریخ ایران است. این اهمیت فارغ از داوری مثبت یا منفی ما واقعیت داره. مثلا در این دوران سازماندهی ارتش تغییر داده شد، در وضع مالیات ها تجدید نظر شد، سرنوشت جنگ ها جغرافیای ایران رو دگرگون کرد و نکاتی از این قبیل که در حد امکان و ظرفیت این صحبت ها بایستی به اونها بپردازیم تا بهتر دوره مهمی از تاریخ سرزمین خودمون رو بشناسیم. از نخستین کارهای انوشیروان این بود که با کمک طبقات ممتاز و روحانیون وضع رو به طور کامل به وضعیت قبل از جنبش مزدک در بیاره. جنبش مزدک به دلیل گستردگی خودش در حقیقت چهره جامعه ایران رو دگرگون کرده بود. به خصوص از زاویه زنان و مالکیت وضع به طور عجیبی دگرگون شده بود. شاه جدید املاک تقسیم شده رو دوباره به صاحبان قدیم برگردون و همزمان زنانی که از حرمسراهای منحل شده بیرون رفته و زندگی دیگری رو شروع کرده بودند تعیین تکلیف شدند. مسئله دیگه مسئله مالیات ها بود که این نیز در اساس در دوره مزدک دگرگون شده بود. انوشیروان با همکاری شماری از دانشمندان اون دوره نظام مالیاتی جدیدی وضع کرد که شبیه نظام مالیاتی در روم شرقی بود، به این صورت که بدون توجه به درآمد افراد میزانی ثابت از مالیات بر میزان زمین بسته شد. مالیاتی نیز به نام مالیات سرانه بسته شد که مجوسان، سپاهیان و اشراف از اون معاف بودند. در این باره بیشتر در بخش فرمبندی جامعه صحبت خواهم کرد. احیای خاندانهای بزرگ قدیمی فقیر به عنوان نقطه اتکایی در مقابل خاندانهای درباری قدرتمند و استفاده از تضاد اونها از کارهای دیگه دوران انوشیروان بود. انوشیروان با تأمین این خاندانها قشری از بزرگان و خدمتگزاران درباری جدید به وجود آورد که مستقیماً وابسته به دربار و گوش به فرمان شاه بودند و با این کار موقعیت اعیان و روحانیون رو بدون اون که برخوردی با اونها پیش بیاد تضعیف کرد. بر همین پایه ارتشی به وجود آورد که به جای وابستگی به اعیان و نجبا و روحانیون مستقیما وابسته به خود او باشند. به همین علت به شدت به مسلح کردن مالکین متوسط پرداخت، به اونها سلاح و اسب داد و نیروی قدرتمند فراهم کرد. در
در راه‌های پرماجرای تاریخ ایران در دوره ساسانیان و در مقطع حکومت خسرو اول، کسری انوشیروان پادشاه مقتدر ساسانی در فاصله سالهای 531 تا 579 میلادی با همدیگه در سیر و سفریم. در دورانی که خسرو اول پایه‌های اقتدار خودش رو از هر لحاظ مستحکم کرده، پس برویم و این ایام رو بهتر ببینیم. تجدید سازمان ارتش که از آغاز به سلطنت رسیدن خسرو اول انوشیروان در دستور کار او قرار داشت بیهوده نبود. این پادشاه که پس از سرکوب مزدکیان از سوی موبدان لقب انوشروان، یعنی کسی که جاودانه شده لقب گرفته بود، برای امپراتوری تحت فرمان خودش آرزوهای دور و درازی در سر داشت که اونها رو یک به یک چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ نظامی به واقعیت پیوند داد. انوشیروان به جز سازماندهی ارتش با توجه به سلحشوری ایلات و عشایر و قبایل جنگجو اونها رو در سرحدات و مرزها ساکن کرد و نیز در مرزها قلعه ها و استحکامات جنگی مستحکمی برای دفاع از حمله بدویان و اقوام مهاجم به وجود آورد و حالا خیال او از هر جهت راحت بود. بر اساس نوشته‌های مورخان او با کشتن تمام برادران خودش و تمام پسران برادران خودش خیال خودش رو یک جا از مدعیان سلطنت راحت کرده بود. ارتش رو تجدید سازماندهی کرده بود، خزانه مملکت رو با سیستم مالیاتی جدید پر کرده بود، زمام قدرت اشراف و روحانیت رو در دست داشت. پس حالا میتونست به گسترش متصرفات خودش بپردازه و بهانه‌ای لازم بود و این بهانه هم به زودی پیدا شد، بهانه‌ای که همیشه پیدا میشه. میان امیر هیره امپراتور روم قراردادی بسته شد که منافع ایران در اون رعایت نشده بود و انوشیروان با سپاهیان خودش از فرات عبور کرد در سال 540 میلادی و به سوریه حمله کرد، انطاکیه رو تسخیر کرد و شهر رو به آتش کشید و اهالی اون رو به شهری در حوالی تیسفون برد و در اونجا ساکن کرد. جنگ ها به خصوص جنگ های ایران و روم تا پایان دوران انوشیروان ادامه داشت. در تمام این جنگ ها ارتش قدرتمند انوشیروان پیروز بود و روم مجبور بود هر از چندگاه یک بار با طلا، غرامت و خراج به ایران بپردازه و اساساً در مدت زمانی طولانی خراجگزار ایران شده بود. در این دوره دولت اونقدر قدرتمند و متمرکز و ارتش اونقدر سازمان یافته بود که جنگجویان جرار و قوی حیاتله رو که سالیان دراز از پادشاهان ایران باج می گرفتند در هم شکست و از سرزمین حیاتله میان ایران و ترک‌های ماورای سیهون تقسیم شد. همچنین در همین دوران اقوام جنگجوی خزرها از سپاهیان انوشیروان شکست خوردند. جنگ با خاقان ترک، لشکرکشی ایرانیان به یمن و شکست حبشیان از سایر جنگ‌هایی است که در آنها پیروزی با ارتش انوشیروان بود و این جنگ‌ها ادامه داشت که در سال 579 به ناگهان خبر مرگ انوشیروان رسید و مرگ انوشیروان رو در رو بود و به همین دلیل جنگ متوقف شد.
دوستان عزیز، درباره انوشیروان همونطور که تا به حال هم در خلال صحبت‌ها متوجه شدید، روایات و اظهار نظرها بسیار متضاد هست. شماری مثل مسعودی و ثعالبی و خواجه نظام الملک و همفکران این افراد از او با ستایش بسیار یاد کردند و تمام کارهای نیک رو به اون نسبت دادند. این نوع اظهار نظرها تا روزگار ما نیز ادامه داشته و با کمال حیرت می‌بینیم که شماری از ادبا و فرهنگسازان ایرانی حتی در دوران معاصر و حتی برخی از بزرگان مبارز و مترقی در دنیای شعر و ادب و فرهنگ ایران، نظیر میرزاد عشقی، شاعر شهید مبارز که به دستور رضا شاه ترور شد، و یا در برخی شعرهای عارف قزوینی، شاعر ملی ایران، و افرادی مثل اونها از انوشیروان و برخی شاهان دیگه به خوبی و با تحسین یاد شده و این با توجه به واقعیت تاریخی انوشیروان و کسانی چون او، اونم در دوره معاصر که معیارهای دموکراسی و عدالت اجتماعی کاملا روشن هست، حیرت انگیزه. فکر میکنم کمی توضیح در این باره لازمه و در مقدمه باید بگم نقطه نظرات تحسین آمیز مثلا خواجه نظام الملک طوسی، وزیر مقتدر سلجوقیان یا ثعالبی و مسعودی با کسانی امثال شادروان عبدالله رازی مثلا در کتاب تاریخ کامل ایران و میرزاده عشقی در اثر برجسته خودش تابلوی ایدئال مریم در دیوان شعرهاش و یا برخی شعرهای عارف قزوینی و حتی اشاراتی فکر میکنم در شعرهای شاعر مردمگرا و آزادیخواه فرخی و یا ملک الشعرای بهار، از یک نقطه این اظهار نظرها سرچشمه نمیگیره. باید توجه کرد کسانی چون خواجه نظام الملک طوسی، وزیر با اقتدار و دانشمند عصر سلجوقیان، از اون جایی که خودشون از ارکان دستگاه سلطنت وقت بودن، برای تثبیت پایه‌های فکری و ایدئولوژیک سلطنت وقت طبعا تمام کارهای پادشاهان گذشته رو توجیه می‌کردند و مثبت ارزیابی می‌کردند، به خصوص که در دوره خواجه نظام الملک مبارزات حسن صباح و ایده های او کارهای مزدک رو بیاد می آورد و نفرت از حسن صباح و مبارزان اسماعیلی در ضمیر کسی چون خواجه نظام الملک تصویر خوبی از سرکوب کننده مزدکیان یعنی اجداد فکری اسماعیلیان می ساخت. و نکته مهم این که سرانجام هم نظام الملک جان خودش رو در تهاجم یکی از فدایان اسماعیلی از دست داد. کسانی چون ثعالبی و مسعودی بیشتر از زاویه مذهبی و ایدئولوژیک در تضاد با مزدکی‌ها قرار داشتند و طبعا کشتار کننده ملحدان و بیدینان یعنی انوشیروان در قاموس اونها سیمایی آمیخته با عدالت داشت. به هر حال می‌بینیم که زاویه‌ها فرق داره و اما سخنان کسانی مثل عشقی و برخی دیگه از شاعران دوره مشروطیت مثل ادیب الممالک فراهانی و محققانی مثل دکتر عبدالله رازی و خیلی افراد دیگه رو باید با اونچه که در دوران معاصر در روانشناسی شمار زیادی از اهل قلم به ویژه از اوایل مشروطیت به بعد قابل رؤیت است در ارتباط بدونیم. فکر میکنم بایستی به این مسئله که الان توضیح خواهم داد توجه کافی بشه تا ظرافت مسئله در شعرهای عارف و عشقی و بهار و فرخی که خودشون زندگیشون رو در راه آزادی یک ملت گذروندند با افرادی که به طور خاص پادشاهان رو تایید میکنند روشن بشه. دوستان عزیز، از آغاز تاریخ ایران یعنی وقتی ایران به عنوان یک دولت مشخص با نام مشخص بر صفحه تاریخ پدیدار شد، به جز در دوره سلوکیا که دولتی غیر ایرانی و یونانی بر ایران حکومت میکرد، تا پایان دوره ساسانیان ایران یک امپراتوری بزرگ و مستقل بود و باجگذار هیچ کشوری نبود. این در تاریخ باستانی ایران به روشنی خودش رو نشون میده. بعد از اون نیز علیرغم تمام حوادث تاریخی، وجود دولت‌های اموی و عباسی و مغول‌ها و تیموریان، می‌بینیم در هر دوره‌ای سرانجام ایران بر ریشه‌های تاریخی خودش قد راست کرده
و بیگانگان رو در خودش هضم کرده و به عنوان کشوری مستقل خودش رو نشون داده. این وضعیت پس از مرگ آقا محمد خان به بعد از اساس عوض شد. با معاهدات گلستان و ترکمانچای و با دخالت کشورهای دیگه در ایران وضعیت فی‌الواقع عوض شد. به دلایل مختلف، از جمله قرض‌های هنگفت پادشاهان قاجار، از جمله از دست دادن سرزمین‌ها، ایران دیگه دولتی مستقل نبود و با کشته شدن وزیران با کفایتشون قائم مقام فراهانی و امیر کبیر به دست پادشاهان نالایق و ضعیف، ایران کشوری بسیار ضعیف شده بود و این دردی بسیار جانگزا به ویژه در وجدان قشر فهمیده و اهل فکر ایجاد میکرد. در سرفصل انقلاب مشروطیت در شعرها و ترانه‌ها وقتی شاعر ایرانی دردمند و مبارز میخواست زبان به اعتراض باز کنه، بی اختیار ذهنش به تاریخ گذشته، به ویژه تاریخ افسانه‌ای، یعنی دوران کیانیان و امثال اونها و نیز دوران تاریخ باستانی ایران پر میکشید. خصوصیت برجسته مثبت این دوران چی بود؟ خصوصیت مستقل زیستن ایرانیان، استقلال درخشان اونها و ابرقدرتی ایران و با مقایسه اون ایام و دوران فترت و نکبت و ضعف پس از آقا محمد خان تا سرآغاز انقلاب مشروطیت، در شعرها با رنگی عاطفی و ادبی خودشون نشون میداد. شاعرها از کسانی چون انوشیروان یا داریوش و دارا یاد میکردند، از جمشید جم یاد میکردند. در حقیقت اونها این خصیصه رو در مقابل کسانی قرار میدادند که با قراردادها و ضعف و زبونی و کشتار مردان و عناصر لایق ایران رو به کشوری بازیچه دست بیگانگان تبدیل کرده بودند. در شعرهای شاعرانی چون عارف و عشقی و امثال اونها مسئله رو بایستی از نظر روانشناسی فرهنگی در دوره مشخص مورد بررسی و دقت نظر قرار بدیم و در آثار کسی چون خواجه نظام الملک از نظر پایگاه طبقاتی و در آثار ثعالبی و مسعودی به قول معروف از نظر مکتبی و ایدئولوژیک، به خصوص که چنان که قبل از این در پایان دوران اسکندر مقدونی گفتم، شخصیت‌های تاریخی گاه به دلیل مثلا جنگاوری و شجاعت و صلاحیت‌های نظامی و امثال اینها در صحنه شعرها و قصه ها چهره رمانتیک به خودشون میگیرن و تبدیل به قهرمانان آثار فولکلوریک و مردمی میشن. مثلا اسکندر مقدونی که در واقعیت جنگجوی جرار و فاتحی مغرور و بسیار بیرحم بود، کسی که حتی دچار توهم خدابینی شده بود، در اسکندرنامه‌ها به دنبال آب حیات گاه همسفر خضر پیامبر میشه و دیگه چهرهش اون چهره خشن نیست. وضعیت درباره انوشیروان و برخی از شاهان عهد کهن مثل داریوش اردشیر و جمشید و دارا در شعرها اینطوری است. این نکته بود که فکر میکنم اشراف اون لازم بود. به جز این شماری از مورخان که در حیطه جاذبه سیاسی یا فکری انوشیروان نبودند مثل پروکوپیوس، نولتکه مستشار معروف، دکتر لاکارت مورخ انگلیسی، ادوارد براون تاریخدان و ادیب انگلیسی و کریستنسن محقق دانمارکی، علیرغم تایید هوشیاری و اقتدار سیاسی و صلاحیت‌های انوشیروان در زمینه‌های نظامی بر بیرحمی، فریبکاری او انگشت گذاشتند و مهمتر از همه اینها رفتار او با مزدک و پیروان او و فشار بر اقشار زحمتکش و به ویژه کشاورزان به عنوان گسترده ترین طبقه مردم در اون دوره تصویری روشن از او رو در مقابل ما قرار میده که او رو بشناسیم. اگر داوری صرفا نظامی یا سیاسی به مفهوم عام کلمه بخوایم داشته باشیم، اون هم بدون جهتگیری میتونیم بگیم او پادشاهی بود که به نفع طبقات نقطه اتکای خودش با کفایت و قدرت و موفقیت سلطنت کرد. ولی در روزگار ما به گفته یکی از اهل قلم، سیر تاریخ در اساس به روی شاهنشاهی و دیکتاتوری مطلق خط بطلان میکشه با هر چهره خودش و به جای اون چهرهایی رو که از اون دوره در مبارزه اجتماعی حتی الهام بخش امروز هم میتونن بشن، چهرهایی چون مزدک بامدادان رو مورد بررسی و در پرتوهای خودش قرار میده و تایید میکنه و نیز باعث اضافه کرد چهرهایی مثل بزرگمهر حکیم
یکی از چهره‌های فکری و فرهنگی برجسته دوره انوشیروان که در برنامه بعد از او برای شما خواهم گفت. نام جاوید وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نغمه زنان ز صلابت ایران جوان، ز صلابت ایران جوان، ز صلابت ایران جوان. نام جاوید وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نغمه زنان ز صلابت ایران جوان، ز صلابت ایران جوان، ز صلابت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم وطنم 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 وطنم.